تا کمتر از 2 ماه دیگه به جای اینکه برید داخل مغازه ها بگید که 15 پرو مکس چنده و به جای 15 پرو مکس 13 نورمال بخرید، میرید میگید که 16 پرو مکس چنده و به جای 16 پرو مکس دوباره 13 نورمال میخرید، چون که آیفون 16 رجیستر نمیشه. شوخی کردم، کلی راهکار برای دور زدن آنتنش هست، اما در کل موضوع ویدیومون اینه 2 ماه دیگه آیفون 16 قرار رونمایی بشن. این آیفون ها قرار چه تغییراتی داشته باشن؟ دونه دونه میخوام بهتون بگم. از 16 نورمال شروع میکنیم. این آیفون قراره یه سری تغییرات باحال داشته باشه که اولینش که همتون هم انتظار داشتین یه تغییر ظاهری و یه طراحی جدیده که به لطف ویژن پرو این قرار محقق بشه. حالا چرا؟ 2 تا دوربینی که به صورت ضبط روبروی هم قرار داشتن حالا قراره تو آیفون 16 نورمال بیان زیر هم دیگه و یادآور آیفون ایکس باشن. یه طراحی جدید و باحالیه که خب به ظاهر به چشممون آشناست، ولی خب اگه یکم دقت کنیم میبینیم که همون آیفون ایکس با دوربینای بزرگتر. حالا چرا ویژن پرو؟ برای اینکه بتونید برای ویژن پرو ویدیو بگیرید 2 تا دوربین باید زیر هم باشن و به لطف ویژن پرو قرار طراحی جدیدی رو توی آیفون 16 و 16 پلاس داشته باشیم. یه دکمه جدید هم پایینتر از دکمه‌های ولوم قراره اضافه بشه. کپچر باتن، دکمه جدیدی که قرار پایینتر از دکمه‌های ولوم باشه و برای فیلمبرداری و عکس برداری آنی در لحظه باشه. یعنی شما میتونید مود عکاسیتون رو از قبل تنظیم بکنید. هر وقت که یه صحنه عکاسی جذاب دیدین و خاصی شکارش بکنید، کپچر باتن رو فشار میدین یا لمسش میکنین و در لحظه واسهتون عکس و فیلمی که میخواید رو میگیره. خیلی باحال و جذابه و میتونه برای عکاسا و فیلمبردارا خیلی کاربردی باشه. به لطف و منت اپل قراره اکشن باتن رو داشته باشیم، همون دکمه سایلنت جدیده که پارسال فقط روی 15 پرو 15 پرو مکس داشتیم و امسال قراره روی تمام آیفون 16 داشته باشیمشون. کاری به سیاست‌های عجیب غریبش ندارم، اما تغییر بعدی مربوط به زمینه سخت افزاره. چیپست جدید A18 بایونیک، دقت کنید A18 پرو نه A18 بایونیک، که به لطف اون هم قراره ما اپل اینتلیجنس رو روی تمام آیفون 16 داشته باشیم، یعنی 16 نورمال، 16 پلاس، 16 پرو، 16 پرو مکس. پارسال فقط 15 پرو و 15 پرو مکس داشتیمشون که البته الان فقط گفتن قراره بیاد و هنوز اضافه نشده و روی iOS 18.4 میاد. اما قراره آیفون 16 تمام مدلاشون این آپشن رو ساپورت بکنن، این قابلیت رو ساپورت بکنن. حالا اپل اینتلیجنس چیه؟ احتمالاً یه ویدیو راجبش بسازم. همون هوش مصنوعی اپل. در کنار این سخت افزار جدید 8 گیگ رم و وای فای 6 این هم برای آیفون 16 نورمال 16 پلاس در نظر گرفته شده. باتری هم قراره ارتقا پیدا بکنه. توی مدل 16 نورمال ظرفیت بیشتر میشه، اما توی مدل 16 پلاس طبق شایعات انگار که قرار ظرفیت بیاد پایینتر. خیلی عجیبه. نمیدونم رو شارژش تاثیر میذاره یا نه، ولی خب یکم عجیبه، چون که قرار بود 16 پلاس بهترین باتری رو بین تمام آیفون ها داشته باشه، اما انگار اپل تمام فوکس یا همون فوکوسش رو گذاشته روی 16 پرو مکس. حالا جدا از اون قراره یه تغییر جذاب دیگه هم داشته باشیم. احتمال زیاد سرعت شارژ از 20 وات میرسه به 40 وات توی شارژ سیمی و مکسیف هم از 15 وات به 20 وات میرسه که خیلی خفنه و واقعا به نظرم 20 وات پاشنه آشیل گوشی‌های آیفون بود که خب به احتمال زیاد به لطف شایعاتی که تا الان لو رفته احتمالاً این موضوع حل بشه، ولی خب هنوزم 100% نیستش. ولی ممکنه که سرعت شارژ حالا بیشتر بشه، حالا یا 35 وات یا 40 وات. نمایشگرم که احتمال زیاد یه کوچولو حاشیه‌اش کم بشه و بازدهیش توی زمینه روشنایی کیفیت بالاتر بره. اینا تغییرات بولدی بودن که ما روی 16 نورمال 16 پلاس قرار داشته باشیمشون. یه سری تغییرات دیگه هم هست که خب اپل خیلی بهشون اشاره نمیکنه، مثلا بهبود کیفیت دوربین، بهبود قدرت سخت افزار یا کلا آپدیت گیری بیشتر که خب طبعا اینا یه پای ثابتن که هر سال توی گوشی ارتقا پیدا میکنن. حالا وقتشه بریم سراغ آیفون 16 پرو و 16 پرو مکس. 2 تا گزینه جذابی که امسال یه سری تغییرات بزرگ داشتن. تغییر اول مربوط میشه به افزایش سایز که خب یکم رو اعصاب همینجوریش پرو مکسش اندازه آجر بود، اما خب تو 15 پرو مکس و 15 پرو به خاطر تیتانیوم سبک شده بود، ولی ابعاد همچنان بزرگ بود که اپل دیده کاربر از ابعاد بزرگ خوششون میاد، بزرگترش هم کرده. 16 پرو مکس قراره بشه 6.9 اینچ و 16 نورمال هم 6.3 اینچ. همینطور که تو عکس میبینین تغییرات معلومه و یه کوچولو از آیفون های 15 بزرگترن. توی زمینه نمایشگر اولدی که اپل امسال میخواد به کار ببره کیفیتش قطعا بالاتره، روشناییش خیلی بیشتره و این نکته مثبتی که داره حاشیه‌هاش قراره به کمترین حد خودش برسن. یعنی شما از یه نمایشگر تمام صفحه لذت ببرین. البته که داینامیک آیلند جفا میپره وسط تجربه نمایشگر بی حاشیه‌تون، میگه که خیلی بزرگه و اپل میتونست یه کوچولو کوچیک‌ترش بکنه، ولی خب نکرد. همون دکمه هایی که بهتون گفتم، دکمه های کپچر باتن و اکشن باتن رو هم روی این گوشی داریم و خب قطعا باید داشته باشیم، چون که این مدل ها پرو مکس، حالا رو مدل نرمال نداشتیم ولی پرو مکس باید داشته باشیم، حیثیتیه.
قطعا یکی از مورد انتظار ترین چیزایی که هممون انتظار داریم ارتقا توی زمینه دوربینه. پارسال توی مدل 15 پرو ما اون لنز 5x که 15 پرو مکس داشت رو نداشتیم و فقط اون لنز 5x و 15 پرو مکس داشت. اما امسال 16 پرو و 16 پرو مکس جفتشون لنز 5x دارن. زوم توی مدل 16 پرو مکس تقویت میشه و ممکنه که یه مود عکاسی 300 میلیمتری اضافه بشه که برای عکاسی از حیات وحش و اینجور چیزا به کار میره که اگه اضافه بشه خودم قطعا یکی از اوناییم که آیفون 16 میخرم، چون من دیوونه عکاسی و فیلمبرداری ام. این یه موردم که باعث میشه که قطعا سراغشون برم. جدا از حالا لنز تلفوتوی جدید و ارتقای زوم و اینجور چیزا، کیفیت دوربین اصلی و اولترا واید هم قراره بهبود پیدا بکنه. لنز اولترا واید قراره بشه 48 مگاپیکسل به احتمال زیاد که خب طبیعتاً عکسای اولترا واید بهتر میتونین باش بگیرین. عکسای ماکروتون هم کیفیتش بالاتر میره، چون که با لنز اولترا واید شما عکسای ماکرو میگیرین. باتری هم که خب یکی از بخشایی که طبیعتاً ارتقا رو ما تو شاهدیم و شارژدهی بهتری خواهیم داشت به لطف چیپست جدید که حالا جلوتر بهش اشاره میکنم. قراره گوشی بهینه‌تر بشه، ظرفیت باتری یه مقدار بالاتر میره و سرعت شارژ هم میرسه به 40 وات سیمی و 20 وات مکسیف. مثل مدل‌های نورمال خب سریعتر و خیلی بکارتره. بحث چیپست جدید شد. A18 پرو چیپستی که روی 16 پرو 16 پرو مکس قراره به کار بره، جدا از A18 بایونیکیه که روی 16 نورمال و 16 پلاس قراره به کار بره و قدرتش بیشتره. احتمالاً برای بازی‌های کنسولی هم بیشتر بهینه بشه. همون 8 گیگ رم داره، وای فای 7 یا هم وای فای 7 ما روش داریم. از طرف دیگه اپل اینتلیجنس رو هم دوباره داریم. پارسال داشتیم، امسال هم داریم و خب قطعاً با توجه به سیاست‌های اپل ممکنه که یه سری از آپشن‌ها مخصوص 16 پرو 16 پرو مکس کنار گذاشته بشه و روی آیفون قدیمی‌تر، یعنی یا آیفون مدل پایین‌تر مثل 16 نورمال 16 پلاس و مدل قدیمی‌تر اونو نداشته باشیم. طبق انتظار رنگ‌های جدید رو داریم که به احتمال زیاد یه رنگ نقره‌ای خیلی جذابی رو امسال داریم و یه رنگ صورتی، حالا یا صورتیه یا روزگلده، مشخص نیست. این تمام تغییراتی بود که آیفون های سری 16 قرار داشته باشن. امیدوارم چیزی از قلم ننداخته باشم. اگه از قلم انداخته باشم آخر ویدیو زیرنویس میکنم. راستی دمتون گرم، حتما کانال رو ساب کنین و دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. راستی این ویدیو رو بفرست برای دوست متعصبت که فن آیفون و هیچ جور از آیفون جدا نمیشه.